دهه هاست که شهروندای عرب داخل اسرائیل یعنی اعراب 48 با یه سیستم تبعیض‌آمیز مواجهن که خیلی ها اون رو نوعی از آپارتاید میدونن. حالا ماجرا چیه؟ وقتی اسرائیل تو سال 1948 تشکیل شد، بیش از 800,000 فلسطینی از سرزمین خودشون آواره شدن و فرار کردن. اما 150,000 نفر از اونها داخل مرزهای جدید اسرائیل موندن و بعداً تابعیت اسرائیل گرفتن و شدن شهروند اسرائیل. به اینا میگن اعراب 48. اما تابعیت گرفتن به معنی برابری نبود. از سال 1948 تا 1966 این شهروندای فلسطینی تحت حکومت نظامی زندگی میکردن و آزادی‌های اولیه‌شون به شدت محدود بود. امروز فلسطینی‌های داخل اسرائیل حدود 20% از جمعیت این رژیم رو تشکیل میدن، اما حتی نزدیک 20% از امکانات و منابع اسرائیل هم صرف اونا نمیشه. شهرها و روستاهای عرب نشین از نظر بودجه، امکانات آموزشی و زیرساخت‌ها به شدت در حاشیه قرار گرفتن. البته عرب‌های داخل اسرائیل پاسپورت اسرائیلی دارن و میتونن رأی بدن و سر همینم خیلی از کارشناسا میگن این وضعیت تبعیض نژادی هست، ولی مثل آپارتاید حاکم تو کرانه باختری نیست. ما درباره آپارتاید کرانه باختری که ویدیوی مفصل و کامل داریم که تو کانال یوتیوبمون میتونید ببینیدش. به هر حال با وجود حق رأی و حقوق اولیه برای اعراب 48، بعضی سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر اسرائیل رو به اجرای سیستم آپارتاید علیه عرب‌های شهروند خودش هم متهم کرد. این رفتار اسرائیل حتی اگه آپارتاید هم نباشه، تبعیض سیستماتیک قومیتیه که برخلاف دموکراسی که اسرائیلی ها خیلی هم بهش مینازن و باهاش تو دنیا پوز میدن. شما چی فکر میکنید؟ این تبعیض آپارتاید یا نه؟ نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگه این ویدیو براتون جالب بود حتما لایک کنید و برای بقیه هم شیرش کنید و ارسال کنید. متشکرم.